پدر و مادر بزرگترین خویشاوندان هست، لیکن شریعت برای آنها نام علاهیده و عنوان علاهیده و اجر علاهیده اعلان کرده است. مثلا نیکی کردن به پدر و مادر را صلة الارحام گفته نمیشد. بر الوالدین، نیکی کردن به پدر و مادر، او هم از جمله صلة الارحام است، لیکن آنها خاص است. آنها از همه عالی ترین مقامی خویشاوندی این پدر و مادر است که برای آنها شریعت علاهیده بر الوالدین نامیده است. نیکی کردن به آنها را و بدی کردن به آنها را عق الوالدین گفته است، عاق شوی به پدر و مادر. اما بدی کردن به خویشاوندان را قطیعة الرحم، کندن علاقه خویشاوندی، علاهیده نام گذاشته است. و خویشاوندان این البته پدر و مادر بزرگترین آنها هستند، لیکن برای پدر و مادر خیلی که در صحبت خویشاوندان و پیوست کردن آنها در شرح کتاب خطوات بیان کردیم، پدر و مادر مقام علاهیده دارند. نیکی کردن با آنها را الله تعالی و شریعت بر الوالدین نامیده است. نیکی کردن به پدر و مادر همسایه توحید در قرآن است. واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. الله تعالی را یگانه پرستش کنید، به او چیزی را شریک نبیارید و بر پدر و مادر نیکی کنید. اون دیگه مقامی نیکی کردن به پدر و مادر مقامی توحید است، همسایه توحید در قرآن است. اونم نیکی به خویشاوندان است، لیکن برای وی شریعت مقام علاهیده بر الوالدین داده است. کندن علاقه خویشاوندی، بله پدر و مادر که کسی اگر علاقه را کند، اونم به همین وعیدهایی که در حق خویشاوندان کسی علاقه را با خویشاوندان میکند، در حق آنها اون وعیدهایی که آمده است اونها را هم در بر میگیرد. لیکن برای آن آدمی که با پدر و مادر علاقه را میکند جزای مخصوص آمده است. آنها را شریعت عق الوالدین نامگذاری کرده است. عاق پدر و مادر، عاق پدر و مادر این بزرگتر است از کندن علاقه با دیگر خویشاوندان.